درود بچه ها، مهدی تکنو هستم و همونجور که بهتون قول داده بودم در شورت ویدیو یوتیوب گفته بودم که به ازای هر ساب و لایک 30 عدد TNT میتره کنم و همونجور که بهتون قول داده بودم امروز اومدم که این کار رو انجام بدیم و 1000 تا TNT در این منطقه که میبینین قراره بتره کنیم. و اینکه بچه ها حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین، یک سورپرایز آخر ویدیو دارم و اگه قول بدین این ویدیو حمایت بشه 10,000 تا TNT هسته‌ای میتره کنیم. یعنی در سری بعدی 10,000 تا TNT، یعنی رسما سیستم رو میخوایم به چخ بدیم. اگه آماده این بزن که بریم با هم 1000 تا یا حتی 2000 تا TNT در این منطقه بتره کنیم. بزن که بریم. اول از همه خب میایم داخل تست روم و TNT رو انتخاب کنیم. آقا TNT، خب TNT دستمون میگیریم و خب شروع میکنیم به کاشت TNT ها. بچه ها اگر از این ویدیو حمایت کنین، لایک، ساب و خلاصه حمایت خوب کنین، قول میدم بهتون که ویدیو بعدی 10,000 تا TNT هسته‌ای قراره بتره کنیم. یعنی رسما سیستم به چخ میره، قراره سیستم منفجر بشه. ببینم حمایتاتون چجوریه. همین گذاشتن حتی 1000 تا TNT رو کریتیو هم یه جورای کار حوصله سربریه، ولی خب دیگه قول دادیم دیگه، باید انجامش بدیم. پایین ها رو هم پر کنیم، نگین جا خالی گذاشتی. بچه ها من همینجوری میذارم ها، یعنی شاید حتی بیشتر از 1000 تا TNT بتره کنیم. و اینکه خلاصه بعد از این ویدیوها قراره که سری هاردکورمون رو شروع کنیم. اگه نظرتونه، من میخوام که یعنی روی موبایل سخته یه سری هاردکور ضبط کردن، نه از این لحاظ که بخوای بازی کنی، از این لحاظ که خب ویدیو کیفیتش پایین میاد و یه جورایی بد میشه. بذارین اول من بازی ما رو حالت بیارمش رو حالت روز که بهتر ببینیم. درست شد؟ اشکال نداره، حالا همینجوری ادامه میدیم. آره داشتم میگفتم روی گوشی بچه ها ویدیو بخوای ضبط کنی کیفیتش میاد پایین. خواستم ازتون سوال دیگه بالاخره شما بگین، روی PS4 ضبط کنم سری هاردکورمونو یا روی گوشی؟ اگه دوست دارین میتونین توی کامنت ها بهم بگین، منم طبق گفته شما همون کارو میکنم. البته اینم بهتون بگم که روی هم PS4 یا کنسول چیزی به اسم هاردکور نداریم، یعنی همون سری سوروایوله، ولی خب سری سوروایول جذابه میشه. حالا این مابا هم که همین الان تصمیم گرفتم بیا اینجا این کنار. خلاصه حمایت کنید، قرار کلی بتره کنیم دیگه. لایک، ساب، کامنت فراموش نشه. حمایت کنین، قرار کلی ویدیو جذاب داشته باشیم. ما مثل بعضی ها قولی میدیم عمل میکنیم بهش، یعنی بد قولی نمی کنیم.
با اینکه حتی زیاد حمایت هم نشد از ویدیو، ولی بازم من برای تو این کار رو انجام میدم چون وظیفه خودم میدونم. یه ویدیو جذاب، حالا جذاب چه زیاد نمیتونه جذاب باشه ولی خب جالبه به نوبه خودش. منم وظیفم میدونم و این کار رو برای تو انجام میدم. آره آقا کلیپره، قراره الان هم خودت و هم این چانک با هم برین فضا. به خاطر این تیکه گندمایی که اینجا در اومده TNT که میذاری یکی در میون میذاره و قطع میشه وسطش. مثلا یکی مثل این یابو میاد جلو، TNT گذاشتن قطع میشه. به این کنار دیگه. همین الانش هم خیلی گذاشتیم و به نظرتون چقدره؟ 1000 تا که نی، ولی خب بزنین که بریم کار داریم. تا اون پایین باید بریم، هرچی سریعتر بهتر. خواستم روی زمین صاف این کار انجام بدم ولی گفتم خود جذابیتش به اینه که روی زمین حالا سوروایول انجام بدیم بالتر میشه. حمایت کنین، خدایی ویدیوهای توپی براتون میسازم، فقط حمایت. دم تک تکتون هم گرم که داخل شورت ویدیو حمایت کردیم. نمیدونم بعد از این اتفاق قراره چه اتفاقی برای سیستمم بیفته، ولی بعدش سر خدایی خیلی شده تا الانش. جزیره TNT. یه دوستی داخله شد ویدیو گفته بود اگه راست میگی TNT هسته‌ای بهتره کن. اشکالی نداره TNT هسته‌ای هم بهتره کنی، دشواری نداریم. TNT هسته‌ای، TNT هیدروژنی، هرچی در اختیارمون باشه میکاره. دو سه ردیف دیگه هم میریم بچه ها، اینکه ویدیو زیاد طولانی نشه چون خداییش تا الان هم زیاد شده. اگه قول بدین حمایتتون خوب بشه، سری بعدی 10,000 تا TNT هسته‌ای. این TNT یعنی هر یه دونش عشان یه کوهی مثل اینو صاف میکنه، شخ میزنه.
فقط من یه جای امن پیدا کنم، رو حالت کریتیو در بیارم که بازیمونو ببریم رو حالت روز. اینجا خوبه. داخل تنظیمات سروایول و کامند صبح ها میزنیم. هم چرا بعضی موقع خطا میده این حرکت. بار دیگه امتحان میکنیم. آها الان شد. خب اگه آماده این که بریم، شاید بیشتر از 1000 تا، ولی من فکر کنم همون 1000 تا TNT باشه، بتره کنیم با شمارش 1 2 3 بریم که انجام بدیم. حمایت یادتون نره، حمایت کنین که قراره کلی بتره کنیم. اول اینا رو میتره کنیم. که همینجوری مثل فش بشه. خب با شمارش 1 2 3 و 4 شروع میکنیم. اوه بچه سیستم به چخ رفت. یا خدا هنوز تو لگ بازی. من موندم چجوری میخوام 10,000 تا TNT هسته‌ای بتره کنم. آقا اگه از اینجور سبک ویدیو خوشتون میاد حتما حمایت کنید. قول میدم که محتوای بهتری براتون بذارم داخل یوتیوب اگه قول بدین حمایت کنین، و ممنون میشم که این ویدیو لایک، ساب و کامنت بذارین. تا ویدیو 10,000 تا هسته‌ای، خدا نگهدار.